سلام دوستان، اومدیم اولین قسمت از پادکست شمپاد رو ضبط کنیم که اولین قسمتش رو بعدا میگیم چیه، سورپرایز میشه. و اولین لوکیشنی که انتخاب کردیم شهر بلقیسه در چند کیلومتری اصفهان. می‌دونید چند کیلومتریه؟ آره چند کیلومتر. عکس‌های مختلفی از اینجا گرفتیم بهتون نشون میدیم. شهر بلقیس. حرفی نداری؟ سلام ایرانی، خداحافظ ایرانی. فعلا سلام دوستان، به برنامه شمپاد خوش اومدید. امروز در خدمت شما هستیم با دو تا از بهترین دوستان، آقای آریان صنعتی‌فر و آقای علی سمسامی. اومدیم یه سفر احساسی و هیجان انگیز رو شروع کنیم. اسم شمع اولم شمع رفاقته، بریم که روشنش کنیم. خب ادامه برنامه رو میسپارم به دوست عزیزم آقای علی سمسامی. سلام، خوبین؟ شمع رفاقت از 7 مرحله تشکیل شده، 7 شمع که شمع اول که میخوایم شروعش کنیم شمع آشنایی یا دیداره. شمع اول شمع دیدار یا همون آشنایی. تو این شمع یه بیوگرافی خلاصه از خودمون میگیم و بعدم میریم ادامه شمع. از آریان شروع میکنیم. خیلی سلام دوستان، آریان هستم، 19 سالمه، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی هستم. اصفهان زندگی میکنم، نصف زندگی من تو مشهد داره میگذره به خاطر دانشجوییم و عاشق گیم و بازی و تفریح و فیلمم. آقا بریم. منم پوریا هستم، 18 که رد شد، الان 19 سالمه، دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی هم، تو همین اصفهان هم زندگی میکنم و عاشق دنیای سینما. سلام دوستان، علی هستم، اهل اصفهان و رشته پرستاری مشهد و همین مونده 19 سالم بشه و علاقه هم دارم به شعر و ادبیات و همین گرفتن پادکست و یوتیوب و این چیزا. و اومدیم سراغ شمع دوم، شمع خاطرات. اینجا هر کدوم از ما یه خاطره مشترک تعریف می‌کنیم که شاید خنده‌دار باشه، شاید جدی باشه، معلوم نیست دیگه. هر کدوم ببینیم چی تعریف می‌کنن از بچه. اول از آریان شروع می‌کنیم. من بگم. خب من خاطره مثلا بگم کدومو بگم؟ خب زیاده. اول شما بگین تا صبح وقت داریم. اول شما بگین. دل من میگم آقا، ما یه روز تصمیم، همون اوایل آشناییمونم بود با یه دونه رفیقای دیگه‌مون که از همینجا بهت سلام میکنم آقای منصوری، جواب تلفن ما رو هم نمیری الان، اگه اینو دیدی از همینجا 10 تا شماره هم از بلاگ در بیار. آره ما رو آدم حساب گذاشته، حالا 1% دیدیم معروف شدیم. آره. دید دیگه. بله ما 4 تایی رفته بودیم، یک روز خلوتی هم بود، اتفاقا حالت تعطیل معطیل هم بود. آره من یادم. نمای ظهر. آره و رفته بودیم به یک ساندویچی فوق‌العاده ترسناک که واقعا من فکر نمی کنم کسی جز ما اونجا مراجعه کنه، واقعا اسمش هم نمیاریم که تبلیغ نشه. ما 3 تایی 4 تایی رفته بودیم اونجا و یک پسر جوان عینکی هم اونجا ساندویچ درست می‌کرد. از همینجا به تو هم سلام میکنم، اینو میبینی احتمالاً. اسمش رو میدی؟ آقای امیر حسن حجی آبادی. من ساندویچ پونه. در ساندویچ پونه. بله که آره دیگه لو رفتی که ما رفته بودیم اونجا و 4 تاییم و موقع حساب کردن ما رفتیم که یعنی من رفتم جلوی دستگاه کارتخوان که حساب کنم، بعد این 2 تا رفیق عزیز من بیرون منتظر بودن. من کارتو کشیدم ولی خب این رسید نداد، منم به سرم زد که برم بیرون و این 2 نفر رو ایسکا کنم. رفتم بیرون گفتم که بدوید دوستان بدوید، من کارت نکشیدم و این الان میدوه دنبال ما رو خفت میکنه.
خلاصه که ما کل اون مسیر رو دویدیم و بعد آریان عذاب وجدان گرفته بود که چرا حساب نکردی واقعا و ایستگاه شد دیگه. تهش هم هرچی بهش گفتم بابا شوخی کردم حساب کردم باور نمی‌کرد و میگفت نه 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 دقیقا اینجوری من باید برگردم ببینم تو حساب کردی یا نه. چی؟ در این حدم نبود ولی خب دقیقا در همین حد بود شاهد دارم. و جالبیش اینه که بعدش این خاطره مال دهمه. آره مال یه بعد 12 با همون شخص آشنا شدیم من فهمیدم آره خودش بوده. اون آره اومد به مدرسه ما به عنوان یک دانش آموز جدید و آشنا شدیم. بعد خودشه. بعد حالا خیلی بهش مراجعه میکنیم. الان دیگه پاتوقمونه یه جوری ساندویچی ترسناک و مخوف پونه به مدیریت آقای عجی‌آبادی. بله آره میتونی ازش هم خرید کنید. بله. فقط دیگه معدتون اگه دوست دارید نریسم. دقیقاً من اصلا توصیه نمی‌کنم به اون ساندویچی برید. خب خدا رو تخریب کردیم تو نوبت آقای سندی بره بیا خاطراتو تعریف. من اون خاطرم یادم نمیاد از کدوم دیگه. اول تو بگو علی. اون خاطره دیشبو بگی دیگه. اولا که اصلا ما قراری نداشتیم با اصلا دیشب بودیم می‌خواستم ما هیچ قراری اصلا با هم نداشتیم. ما خدا شاهده این خاطره همش بداهه است کاملا. اصلا مدیونید فکر کنید ما پشت صحنه هماهنگ کردیم. خاطرمو یادم رفت ولی مال هیچ یاد ما به علت نقص فنی ولی خاطره دیشب خیلی مهمه داره. اونو نگو. خب حل تو قادر خودتو بگو. خاطره منم مال دهمه. اون موقع تازه آشنا شده بودیم که به فامیل هم دیگه صدا می‌کردیم و منم اون موقع جوگیر شده بودم میگفتیم بیا بریم جنگی کنیم. این یادم. آره منم یه چیزایی پیدا کرده بودم تو مجازی که مثلا بریم جنگیری کنیم و بعد به این دوتا پیشنهاد دادم. باری هم پیشنهاد دادم. آری هم اولش برخید دوباره مثل همون سکانس قبل نه. آره یه جمله معروف بشه نه دیگه. نه دیگه. آره نه دیگه. آفرین. آره و قرار شد با پوریا بریم بعد دیگه اون موقع امید به زندگی نداشتم. یعنی میگفتم که مثلا فردا هم بمیرم واسه مهم نیست. بعد نزدیک این شد دوستان عزیز همینو خرگوش خب به ادامه برنامه می‌ذارم. بعد نزدیک عید شد و چون عید بهم خوش گذشت دیگه به پوریا گفتم نه آره که میخوام زنده بمونم. آره میخوام زنده بمونم دیگه نرفتیم. باری آره به خاطر رفتیم. من خاطرمو یادم رفته. میخوای چی رو بگو؟ کدوم خواستم؟ تو خاطره جدی باید کات بدیم. نه من بکنم باید کات بدیم. یه گوشی داره زنگ نقص فنی برطرف شد و برنامه رو ادامه بدیم. خاطرم یادم. یادش اومد. آره اصلا هماهنگ نکردیم ما با هم خدا شده این کاملا همینجا به فکرش بود. آره یه دفعه هم تو زنم. آره الهام یهو این خاطره است. این قرار بود بگم. بگو جون بکن. خاطره که سر به سر یکی از رفیقامون گذاشتیم. یه رفیقی آقا داریم مهدی خانی داره وکیل میشه. سال گودمنمون قراره بشه ملک و املاکمو من از اون میخوام بگیرم. آره بعد دیگه از همینجا مهدی بهت سلام میکنم. این ویدیو رو قطعا میبینی چون باید ببینی. آقا بعدش ما رفتیم زنگ زدیم به این رفیقمون تو پارک به عنوان یکی از معاونای مدرسه. بعد جدیدم اومده بوده. آره مثلا اسمش بود آقای صفتی. خودش اینجوری اسمو تلفظ کنه. سینشینش هم میزد. بعد این آقا در آوردیم ما گفتیم سلام خسته نباشید آقای خانی آقای صفتی هستم. خواستم شما نمره ریاضیتون رو
ویدیوتون رو شما خراب کردین، فیش شدین آقا. حالا خلاصه همینجوری بهش گفتیم که آقا تو خراب کردی همین چیز خودت. بس از همینجا آقای گلزار هم سلام میکنم، مطمئن این ویدیو رو میبینی یه روز. البته سلام. و همچنین امیر بزرگمه. چیه؟ امیر ربطی باشه الان گفتم به سلام. کلا به امیر بزرگمه اینجا سلام میکنم. تو هم پایی دیدیم منو از اینجا ببینی، منم خب عکسشو دیدم نمیشونه، ولی خب یه روز بیاد بنده بریم دور بیرون. خب آقا بعد خلاصه که این همچین ترسیده بود، ما بکنم داشت شارژ گوشی هم تموم میشد دیگه. اینقدر باش حرف زدیم خب با شما میام مدرسه فلان اینا، شما بیا که بعدش زنگ زد به من. بعدش هم نه خود زنگ زدی بهش. من زدم زدی بهش بعد گفت آقا ریاضیم گفتن اینقدر شدم بهش گفته بودم ریاضی رو شدی 3، بعد به ما گفته بود شدی 5، شدم 5. بله نمرهشو دقیقا نمرهشو بالاتر گفت. بعدش دیگه خودمون دور دادیم که آقای خانی شما چرا دروغ تو 2 نمره بالا، من آقای سفتی هستم بهت گفتم 3 شدی چرا شدی 5. اون روزم پارکیمتر خلوت بود و تقریبا یه 2-3 ساعتی بود که داشتیم حرف می‌زدیم. دقیقاً پشت گوشی هم من خلاصه کلاً ایسکا کردن خیلی دوست دارم. چند تا از معلمان ایسکا کردن. همینجا حلال کنید دیگه. آقای مهری دبیر شیمی از همینجا سلام میکنم. آقای قلیزاده دبیر فارسی و آقای حسینی دبیر شیمی شدت سلام میرسونم. خیلی سلام ویژه و این نکته هم من از بهترین معلمای اسپرین هستن. نگارش فارسی هستن. دکترای بله ادبیات داریم. ادامه بدیم. و یه نکته هم من اینجا اعلام کنم، شاید تو سوال بشه که چرا ما 2 تا میکروفون داریم در حالی که 3 تاییم. جوابش چه کم است؟ نه خیر، جوابش اینه که اسپانسر ما به شدت آدم خسیسیه و از صبح سر این وسایل ما رو نابود کرده و اینجا هم نشسته اسپانسرمون. خیلی انسان خسیسیه، ولی خب با تشکر از تهیه کننده محترم و مسئول تدارکات، خلاصه همون آبدارچی دست نکنه که این امکانات رو در اختیار ما قرار دادیم. بسیار عالی. سلام دوستان، اومدیم که شمع سوم رو بگیریم، شمع مهربانی که لوکیشن مورد نظرمون پارک قائمه، یعنی پارک کوری معروف اسفرن. و تو شمع مهربانی هر کدوم از ما برمی‌داریم ویژگی مثبت هر کدوم از رفیقامون رو میگیم. ویژگی مثبت نداشته البته. آره نه واقعا دارن ویژگی خوبمون. خب شروع میکنیم از آریان. تو همش باید من شروع کنم دیگه با شروع کنیم. این بالا یعنی خوبه داداش. هم چیزش بیشتر میشه و خوبه اول نما کنیم و چرا بحث میکنیم؟ بکن ادامه بده عزیزم ادامه بده. خواستم ویژگی مثبت بگم. آره خب از پوریا بگم. پوریا مشتی با مرامه، هر وقت اگه کمک نیاز داشته باشید همیشه هستش. این ویژگیش همیشه از اول. بعد علی واسه دارم فکر میکنم یه دونه بود کلا یادم نمیاد واسه فکر کنم. خب خیلی لطفت با شما آخه چون از من خوش بود. بذار من شروع کنم. نه خوب گفتم. خب ویژگی مثبت که جفتتون خیلی واقعا رفیقای مزخرفی هستید. واقعا من از مجبوری با جفتتون رفیقم. برو گم شو. گفتی روک باشیم آقا. صادقانه چون حالا دلتون نشکنه باید اون شما رایت نمی‌کنی. 2-3 تا رو میگم دیگه چیکار کنم. ببین آریان مثبت واقعا سخت پیدا کردن ویژگی مثبت در تو. آریان ببین اول آدم بامزه‌ای هستیم، دلغک
نه مؤدبانه ترش بودم. جمع خیلی خوب دست میگیری، نکات همیشه بامزه میگی، میخندی، مال میکنی، آدم با معرفتی هستی، همیشه مرامتو ثابت کردی و مرام میذاری همیشه برای رفیقات. و اینکه کلا آدمی هستی که درکت خیلی بالاست، آدم کنارت احساس راحتی داره. من میتونم همه مسائل شخصی رو، حالا درسته کل شهر رو پر می‌کنی ولی خب ولی به جاش درکت خیلی خوبه نسبت به مسائل، خوب میتونی راهنمایی کنی، دلداری بدی، آدم آروم میکنی، کلا کنارت آدم احساس آرامش میکنه. نه من برعکس. و کنار علی، در مورد علی، در مورد اینو من بگم نمیگم همدردی کنم، شم بعدیه اینا. میدونم من آخرین باری که با تو همدردی کردم گفتی برو انیمیشن دوره جستجوگر رو ببین. این چه هم چشنادیه، چه مشاوره ایه. خب ادامه بده. حالا اون شم بعدی هم به خدمت هم میرسیم، اون شم برنامه. بعد علی اولیش اینه که مخت خیلی خوب کار میکنه. این موضوع خیلی مهمه. مغز متفکر اکیپ ما علیه، همیشه پیشنهادات و ایده های خیلی خفنی میدیم، مغز خیلی خوب کار میکنه. نسبت به آریان پایه تری همی هستی که تو مسائل حالا منفی تر یا یه خورده خرابکارانه تر پایه تری و آره خلاصه خیلی پایه‌ای. مرام هم که دیگه جفتتون دارید دیگه، تو هم همی هستی که مرامت ثابت شده است و با مرامی هستی و آدم با مزه‌ای هستی. یه در واقع هوشی رو در کمدیات به خرج میدی که به ما خیلی ثابت شده. کمدی های مهندسی شده ای رو مطرح میکنی، من خیلی حال میکنم و هیکل خوبی هم داری حقیقت و خیلی خوشتیپ بیان کنار ذات خوبی داره و آره دیگه. حالا من بگم این یادش نمیاد. حالا من میگم از پولش رو میگم. اولین نکته مهمی که داره توی یکیتون پولیا مادر خرج خوبیه. آره همینو میخواستم این خرج میکنه و بعد ما میخوایم پول بهش برگردونه نمیخواد. یه جمله معروف دارم میگم مثلا 1 تومن از من میخواد الان نمیخواد ولی آره همون جمله معروف. آره بعد ویژگی مثلا پایه است، یکم مثلا باری هم پایه تره. مثلا سر همین گرفتن شما پوری پایه تر بود. تلاش زیادی آنی هم کلن نیست نکنم بعد پوریا آدم باحالیه، با منام معرفت، مهربونه که این مهربونیش خیلی کمک کرد مادر خرج بودن. و اما آریان آدمیه که میتونی باش وقت زیاد بگذاری، مثلا با اینو باشم دیگه بگم. آره آریان به نظر من ترکیب کن جلو باشه بهتره. بذار ادامه بدیم. مثلا آریان باش میتونی همینجوری حرف بزنی 2 ساعت 3 ساعت یه هفته، موضوعات مختلف، خسته نمیشی. از ما حرف در میاره. آره ازش حرف میکشم، میخندی، مسخرش میکنم، اون مسخرم میکنم، کلا جمع گرم میگیره. فضلگوی خوبی هستی. آره دلقه که خوبی هست. منیجه که دربار و آدم با معرفتیه، مهربونیه و اینکه خیلی با ادبه، خیلی با ادبه و حرف دیگه نمیمونه. توی شنبه بعدی جبران میکنم. توی شنبه بعدی همه اینا رو همه جبران. خب بس منه. آره آقا تمام این حرفا رو منم همینا رو دارم خوب بگم. بگم اولی که هر دوتاتون واقعا با معرفت که هستین کلا. خب به قول خود پوریا مادر خرج خیلی خوبی، همیشه چیزا رو گردن میگیره. تفلک همیشه خرجا رو اول چیز بشه، اول چیز میشه، پیش قدم میشه. آره اینجوری. بعد
دیگه وقت گذروندن با هر دوتاتون باعث افتخاره. اینجوری پشت و- دوربین جبران میکنم. مرامی و کلا لذت میبرم همیشه. من دوستای صمیمی چون زیاد نداشتم، تقریبا دوستای صمیمی من یه دوست صمیمی داشتم، خب ازش دور شدم، ولی الان در حال حاضر دوستای صمیمی چون دوتاییم همچنین و عشق کنم. من دقیقا هم حس می‌کنم. بله من حقیقت صمیمی‌ترین رفیقام شمایید و همون گفتم دیگه کنار شما کلا احساس بهتری دارم. یعنی وقتی حالم بده، حالم خرابه، کلا با شما که حرف میزنم بیرون حالم خیلی بهتر میشه و حسی که کنار شما دارم کنار کسی دیگه ندارم. عاشقتم اصلا. خیلی فضا احساسی شد و خب دیگه بسته. آره دیگه شمع ما به پایان میرسه. سوخت و تموم شد. تا شمع بعدی که قرار خیلی اتفاقات جذابی هم توش بیفته. آره حسابی من شما دلم حسابی پر قشنگ میخوام نابودتون کنم جلوی دوربین. تا شمع بعدی فعلا خدافظ. خدا نگهدار. اومدیم با شمع چهارم، شمع رهایی. اینجا خودمون رها میکنیم از چیزی که تو دلمون داریم، یعنی دلخوری از هم دیگه داریم، ویژگی بعدمون رو میگیم دیگه. اینجا همگی هم میکوبیم. و آخرش هم قطعا دعوا میشه. من نمیدونم والا. خب، چون که پوریا خیلی انگیزه داره این نه من اصلا آره، نمیخوام انگیزه زیاد. باید شروع کنیم. برو خودت شروع کن. باید شروع کنیم. من شروع کنم. این قبلی رو ما شروع کردیم. شروع کن. نه بریم شما بریم. پوریا بگو. شروع کن. از خود برم. ببین ویژگی بد که انقدر زیاد داریم که اصلا نه جدی اگه بخوام بگم ویژگی بد، ببین اصلا چیزی که منو آزار بده که ندارین حقیقت. یه ویژگی داشته باشین که من مثلا بدم بیاد، این حرکت شما بدم بیاد رو مخم باشه، هم چیزی که اصلا ندارید. و ویژگی بعد ببین نمیدونم ویژگی خودت حرف بزن. شاید خودم بریم. علی دارا میخوان بکن و نمیدونم بعد نمیتونی حساب کنی اینو. مثلا آریان یه خورده حساسی، خب روی مثلا بد نیست، نمیدونم شاید میتونه بهتر بشه. آره یه خورده حساسیتت بالاست رو همه چی کلا، روی مسائل، روی حالا همه اینا. همون موضوع پایه بودنه که یه خورده کمتره پایه بودن تو اینا. علی یه خورده چیز میکنه. نمیدونم واقعا ویژگی بد به ذهنم نمیرسه چیزی زیادی. علی هم نداری واقعا، فکر میکنم نداشته باشی ویژگی بد خاصیم. و علی تقلب نمیرسوندی من رسون همین بزنم. تقلب نمیرسوندی اصلا به ما، خیلی نمیشد. حرکتت فول بود و دیگه یه خوردم اذیت زیاد. من میخواستم همین رو بگم. اذیت ببین بد نیست، اون تا بعضی وقتا نمیتونی تشخیص بدی شوخیه یا جدی، چون خیلی با قدرت اذیتت میکنه. تشخیصش برات سخت میشه و همین دیگه. و آریان لجبازم هست یکم، این که دارم فکر میکنم من اینا رو میخواستم بگم. یه قرم آریان لجبازی و دیر قانع میشی. حالا من بگم. بفرم. من پوریا رو بگم، میخواستم همین رو بگم، لجبازه. این باز از من لجباز تره. این کارو نکنیم، نه باید انجام بدیم. این کار بکنیم، نه نباید انجام بدیم. اینش هست، از من لجباز تری این هست. و علی آدمو
فشاری میکنه ولی آدم فشاری میکنه. از چه جهت؟ ها اذیت میکنی دیگه. به قول پوریا فرق شوخی جدیش معلوم نیست. بس فلان کارو مثلا یه انجام جوری میدی. شوخی میکنی که آدم فکر میکنه حرف دلش رو همینجوری دقیقا. نگاه وقتی دو نفر هم نظره یعنی درسته. مثلا ببین بعد شب میری به این فکر میکنی و میری این اصلا دشمنی داره. تو من شرقی داری. من یه بار شب چیز که بودم افسرده شدی واقعا. بعد اصلا اینجوری خلاصه حالا اینو گفتی اینو تعریف کنم. من اینو رو خیلی اذیت کنم. اینو واسه از من دل خورن. دلخور که نیستیم. یکی از نمونه‌های اذیت کردن آره اینه که اکانت تلگرامش پاکیدم. آره مثلا اینجوری بگم که بهش پیام دادم گفتم یه کد واسه میاد داخل تلگرام اینو واسه من بفرست. آره کد فرستاد. من اکانتشو پاکیدم. اکانتی کلی واسه همستر زحمت کشیده بود. الان ناراحته. در این موضوع ناراحت و پوریا رو یه اذیت‌های خیلی بزرگی کردم. رازاشو همه جا گفتم. آره دیگه. رسواش کردم. رسوای عالمش کرد. وای خب حالا من بگم تموم شد. آره بگو دیگه. پوریا یکم مودیه سری ناراحت میشه مثلا خودش میگیره. جنبه نداره. جنبه که داره که ولی این ناراحت شدن اینجوری که آدم نمیدونه ناراحت شد یا نه. مثلا اونی که ناراحت میشه باید ناراحت میشه واقعا. آدم میترسه میگه یه وقتی دش نشکنه واقعا. یه عذرخواهی کنی. آره دقیقاً. بعد پوریا این که همون لجبازی بهش میگیم این کارو نکنیم میگه نه باید حتما انجام بدیم. بیا از این مسیر بریم نه با حتما از این مسیر. آره دیگه لجباز خیلی. بعد بگیم منفی دیگه این که زیاد خانواده‌اش بهش گیر میدن. خیلی بهش گیر میدن. همینجا به خانواده‌ام سلام میکنم. خیلی بهش گیر میدن. آره بعد محدود محدود میکنم. بعد کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم محدود میشه. آره سلام برس. اما آریان که دیگه پر از میشه. این اولین که پایه نیست اصلا. یک خب همین خیلی باادبه و همین باادبیش باعث شده که یکم محتاط باشه. آره مثبت باشه. آره زیاد خیلی مثبتی از این جهت. خب مثلا بهت بگیم این کار رو انجام بدیم بریم یه دفعه مسخره کنیم میگه نه میشکنه من عذاب وجدان. یه مدت بهتر شدی. اولو میگفت آره بگم اون موردا رو الان بهتر شدیم. آره الان بهتر شدیم. خب خوبه خدا رو شکر داریم بهتر میشیم. و اینکه سررشته نداره مثلا از خیلی چیزا مثلا همین مجازی اون چیزا و میگه من دارم میگه من بلدم. آدم شوخی میکنم پس بلد نیستم واقعا. قبول داری؟ ما که چیز ادعایی نداریم. آره طرفدار چلسی هم هستی. BTS فن هم هست. کجا این چیزا رو در نگو. BTS چیه؟ همینجا به همون طرفدارای BTS. نه سلام. هیچ دعوایی نداری. هیچ نقدی هم بهش که نداری. بجز BTS. BTS من چطوری خب BTS اینو بعد تو شهر قبلی میگفتم ولی پوریا یکم زیاد میره. یعنی وقتی یکم با ما حال نمیکنه میره با بقیه. مثلا مورد دیدیم که گروه دو رو سین نداده ولی همش آنلاین بوده. آره تایید شد. آره درسته. اصلا مورد دیدیم که رفیق تازه پیدا کرده نام نمیبرم. نه شما ببین دوستان مشهد دانشجوان و من اسفراین دانشجوام. خب طبیعیه شما وقتی نیستید من باید اینجا یه آره بکنم. این که درسته ولی این که یه ما رو دور بندازه کم دور ننداختم. این دستم پره اینجوری بیایی چطوری؟ الله
دیگه تمام شد. این شم هم ما سوزوندیم رفتش، آره دعوا هم نشد تهش، دوستانه برگزار شد. البته که من اینو بگم که من خیلی از چیزها رو نگفتم که ناراحت نشید وگرنه نه بگو ندارم همینجور شوخی بگو. میکنم. داره شوخی میکنه. آره دیگه. بدرود. فعلا سلام دوستان، اومدیم با شمع پنجم، شمع انتخاب. لوکیشن هم پارک قائم، اون پارک پوریه. اومدیم پایینش. آره اومدیم پایینش دور استخرش دریاچه مصنوعی. و تو این شمع قراره که انتخاب کنیم بین دوتامون، یعنی مثلا به من یه موضوع رو میدن، من انتخاب میکنم که تو اون موضوع پوریا مثلا بهم کمک کنه یا پوریا یک کاری رو انجام بده یا آریان انجام بده. حالا از کی شروع کنیم؟ از آریان. خودت شروع. نه من شروع کردم از این دفعه پوریا. خودت شروع کنی. بازم از پوریا شروع میکنم. بله. خب موضوع رو ما موضوعات رو گفتیم. موضوعاتی که قرار بود بگیم من یادم رفته. یکی این بود که برای مشورت کردن که انتخاب میکنی. خب حالا چیز میگیم 5 تا رو اول میگم بعدش نه همون دونه دونه ترتیبش رو بگو. چیز دونه دونه میگیم. ببین برای مشورت کردن بگو. اگه یه وقت به مشورت کردن نیاز داشته باشی به کدوم یکی از ما چیز میکنی؟ من به جفتتون که طبیعتا باید زنگ بزنم. آره این کی بیشتر به جفتتون زنگ میزنم. بیشتر مثلا کی رو میخوای؟ یکی رو بخوام بگم مشورت. علی چو شاگرد اول مدرسه بود حقیقت فکر میکنم که آدمیه که نسبت به ما باهوش‌تره. اون دوران گذشت ما هم رفتیم تو لحو و لعب. خب علی تو بگو. همه رو بگو دیگه. نه دونه دونه. مشورت دلیلش هم آگفته مشورت این چون واسم پیش اومده. خب مثلا مشورت خواستم از پوریا خلاصه میکنه مشورت رو، میگه مهم نباشه واسه. ولی مسئله که گفتیم مثلا اینجا نبود که راه حل بخوای. نه خب اونم راه حل خواستم، مثلا مهم بود تو میگفتی مهم نباشه واسه همین به نظر هر دوتا رو بهش زنگ میزنم، خطم حرف میزنم. ولی آریان مشورت خوب میده، باش میتونی گرم بگیری، باش حرف بزنی در مورد موضوعات مختلف در زمینه‌های مختلف. آره نظر تو چیه؟ چرا آریان گفتم آره چون گرم. آره خب استعداد زیادی تو سخنوری داره. قربانم دوست دارم. خب من اگه مشورت نیاز داشته باشم اولی که مثل هر دوتون به هر دوتاتون زنگ که میزنم هیچی. بعد تایش هم اینجوری است که من یه جنبندی هم میرسم شاید اصلا کلن یه چیز دیگه شد کار خودمو کردم. نه مثلا به این زنگ میزنم به اون زنگ میزنم از اون میپرسم از این پرسم بعد تایش یه دفعه یه چیزی اصلا یه چیز دیگه اصلا در نه این گفته نه اون گفته. در کل کی به مشورت بهتری میده؟ ولی خب توی چیز اینشو بگم پوریا توی مشورت کردن یکم هیجانیه. خب اینش هست هیجانی هستی خودم قبول کن هست. قبول دارم. آره خب واسه همین مثلا شاید علی بهتر بوده مشورت کردن. آره اگه مثلا تو مشورت هم ناراحت باشه قطعا با دغدغه بازی که انجام میدم شادش میکنم. بله آره. خب موضوع بعدی سر دعوا بود. اگه یه جا مثلا یکی بهش فحش داد دعوا بشه جدی بشه آقا بعد به کی زنگ میزنی که بیاد دنبالت بیاد همراهیت کنه تو دعوا که کتک هم بخوریم با هم. ببین دعوا رو من اصلا زنگ بزنم نمیاید بکنم طبیعتا. ولی تو بشد هم نمیتونم بیام. آره دیگه دعوا من با آریان زنگ میزنم.
آریان زنگ میزنم تو دعوا. راست میگه، چون که آریان میاد با اونا حرف میزنه. خودم کتایی میکنم. نه اونا قانع میکنه که ما ما رو حلش کنیم. دعوا بده. نه حالا جدا از شوخی دعوام بشه به آریان زنگ میزنم. آریان چون مردن کمونیه منو نجات بده. به آریان زنگ میزنم دعوام بشه. من اگه دعوام بشه به پوریا زنگ میزنم چون پایه تره. من ماریا زنگ بزنم میگه نه بلکو این کارا چیه، کاری میگه این کارا زشته نری سمت این کارو در کن میره بالا منبر. ولی پوریا میاد و اینکه من آریانو فکر میکنم مردن کبوتیه، ولی بعد که بعد این مدت که باش بودم به این سالی هم فهمیدم فیکه. مردن کبوتی فیکه. مردن کبوتی ایرانی فیک. ماسک نمیدی. من که حالا دعوا نمیشه بخواد دعوا پیش میاد بالاخره. مثلا ما هم کلاسی دانشگاهی هستم. یا اصلا اینجا به همش سلام میکنم به همتون. من که خیلی بدی انتقام میگیرم ازتون. بعد آقا چیز میکنم که من اگه بشه خب یار بیشتر جمع میکنم و بردساتون که زنگ میزنم بیا، ولی احتمال میدم پوریا زودتر بیاد، یعنی چیزتر به قول خودت پایه ترمون پوریاست توی چیز و بعدش علی هم میاد. علی چون چیز دعوا داشته میگه ببین من کلم خراب. نه ببین اگه یه روز با هم کلاسی دانشگاه دعوا شد علی خوب مشهده. مشهدم یه هفته بعد نیست میاد دیگه دهن همکلاسی دانشگاه تو سرویس میکنم. با هر کی دعوا شد ما میام دیگه، یا کتک میخوریم یا میزنیم طرف. اول من کتک میخورم. خب حالا موضوع بعدی آقا بعدی تو چیز بود یه جا مشکل خوردی آقا، چیز شد چیه پول کم آوردی لازم داری، بعد میگه آقا مخاطبین تو واب میکنی میگه آریان و علی مثلا اینجا رو به کدومشون زنگ بزنن. ببین به جفتتون که زنگ میزنم قطعا نصفش از تو میگیرم، هرچی بیشتر به تو زنگ میزنم یعنی علی چقدر بی‌معرفت به من نه به تو هم زنگ میزنم یعنی آریان چقدر بی‌معرفت پول نمیگیره. تو میگیری مکانیزم جفتتون میگیرم ولی همیشه نمیدونم کدومتون پول میدید به کدوم بزنم خودتون بگید. به کدوم اول زنگ من پول بده نیست. علی که پول نمیدونم به آریان زنگ میزنم. خودش گفت چه آریان زنگ میزنم. او چیز نه دوستان عزیز من قطعا به پولی زنگ میزنم تو مادر خرج گروه و اینکه کلن بذار منم چیز کنم بگم دیگه من به پولی پول همیشه توی حسابش هست هر سمیشه ها جور میکنه خیلی از جهت پول هممون به پولی زنگ میزنیم. خب آقا حالا بعدی فکر کن حال گرفته شده از یکی از کسی، دلت یه جایی بند شد دیگه مثلا گرفته، حالا یکی غمگینت کرد کلا حال نداری چی؟ اون مشکل زنگ میزنی یکی دلداریت بده. آره بخوای مثلا به یکی زنگ بزنی که دلداری بده کیو انتخاب میکنی؟ این مفصل مهمه دلداری. این اول ما هر کاری که میکنیم که ستایی میکنیم کلا. تا الان هم من به جفتتون همیشه زنگ میزنم و اینا، ولی خب دلداری اول به علی زنگ میزنم بعد با آریان. به نظرم این به خاطر اینکه اینو در کل میگم من حس میکنم کلا اخلاقیاتم و چیزم به علی نزدیکتره با آریان، یعنی نظر اون
ما رو دور ننداز. من نه نه نسبت به تو مثلا باری نده جفتمون که اوکییم، ولی خب به علی اسم میکنم نزدیکترم و یه قربونت دارم و یه چیزایی میگه که حال میکنم، اکثرا هم دیست میکنم و داره مسخره میکنه، ولی خب بازی میکنم مثلا حال تو بهتر میکنه و به علی مزه چی بود؟ ادامه میدیم دوستان. میدیم. تو با نقطی که دلداری بکیدن دلداری رو. از جهت دلداری هم قبلا هم گفتم با مشورت پوریا میگه مهم نباشه واسه بعد پوریا بعد جدی حرف میزنه، ولی آریان مثل خودم وقتی زنگ میزنی مسخره بازی در میاره، شوخی میکنه. واسه همین من به هر روزشون زنگ میزنم، ولی با آریان اول زنگ میزنم. بعد پوریا مثلا جنبندی میکنه، مثلا موضوع جدی به پوریا زنگ میزنم. این در پول داری من درست میگم که برات مهم نباشه، چون مهم نباشه دیگه. آره بس آریان خب واسه دلداری آقا واقعیتش من هر دوتا رو زنگ میزنم. منم زنگ میزنم. خب نه اینش هست، خود یکی کی بهتر دلداری میده، هر دوتا واقعا چیزه یکیه. اینو یه واقعا جدی میگه. نه این واقعا جدیه. این واقعا جدیه. اگه یه وقت ناراحت شده باشم اینا به هر دوتاتون زنگ میزنم، با هر دوتاتون که صحبت میکنم حالم خوب میشه. یکی رو باید بگی دیگه، شم انتخابه. اول من جدا تو گروه پیام میدم واقعا هست. چرا شم رو باید میدی یکی رو بالاخره. خب آخر نه جدا خب چیزه اینو به من ربطی نداره جدا نمیتونم چیز کنم، چون هر دوتاش چیزه، هر دوتا رو کنون بیشتر دلداریش بهتره. کدوم بیشتر حال میکنی دیگه، حال تو بهتر میکنی، تاثیرش بیشتره. پیش بریم نه واسه ادیتر هم بزن دیری اینم وار میشه. خب کی اول زنگ میخوای کات بریم؟ نه خب واقعا آخه دارم وقت داریم، تا صبح وقت داری فکر کنی راحت. احتمالاً علی زنگ بزنم من زنگ میزنم بس. اوکی موضوع بعدی چی بود؟ ماشین خراب بشه. 4 اینم خیلی جالبه. این مثلا پول میشه میتره. نه اینش ربطی نداره، پولو تو میری کارت به کارت میکنی. 4 صبح اینکه یه جا وسط بیابون گیر کنی، 4 صبح گیر کردی به کی زنگ میزنی بیاد من والا هیچ کدومتون نمیایم 4 صبح منو نجات بدین. من اگه مارمزون باشه شاید بیام، چون اذانه باید سحری بخورم. آره 4 صبح علی که سایلنت هست. من پروازه نمیدونم پرواز نمیفهمه اصلا. از وقتم 4 صبح بیداره. من به علی زنگ میزنم، با این حال به علی زنگ میزنم و حالا با اینکه جفتتون نمیایم ولی خاموشه شانس هم امتحان میکنم دیگه. به علی زنگ میزنم شاید شانس ما جواب از اونجا کمک میفرستم. زنگ میزنم هواپیمای شخصی میاد دنبال خودم. بازم بوریا پایه تره. آره مثلا بهش بگی بیاد، حتی خانواده هم نذارن از پنجره میپره پایین و میاد دیگه. من جا بگم دیگه پوریا دقیقا همین. چرا فکر میکنی من میام جان زوجان رو نجات بدم؟ میاد
به خدا میگه من باید عمرن اگه بیام بابا باید بگم من کلم خراب باید حساب میکنید رو من. آره موضوع بعدی خواستگاریه. اینم باید بگیم. خواستگاری خواستگاری یکی خواستگاری و یکی انتخاب ساقدوشه آره که خیلی جالبه بدونم کیا رو انتخاب میکنین. اما خود من بخوام برم خواستگاری که با علی برم که اون خواستگاری قطعا جواب از الان مشخصه، در نتیجه با علی میرم. اون خواستگاری به هم مخوره و اوکی نشه با علی میرم. خواستگاری رو با علی میرم. با جفتتون که میاید به قطع من 100% باید بیاین. من حتما اجباریه. باید جفتتون من بیاین با عروس رو ببینم و هیچ چی دیگه. جفتتون. من اینو میگم جفتتون چون تو هم اون چیزو گفتی جفتتون. من اینو میگم جفتتون. اونو تایش من گفتم تهش یه بار با دوچرخه میای یه بار پیاده میای چیکار میکنی؟ جفتتون ولی مثلا آریان تو مراسم بیشتر صحبت کنه که به فنا زیاد نریم. جفتتون رو ولی میارم. حالا من هیچ کدومتون خود این تنها میده من میام من کار ندارم من هر دوستاتو که میگه خواستگاری نه عروسی خواستگاری هم من میارم. باید پرسیدم بگو اینا جاسویشی اینا وصلم آویزون هم میگه درسته همه جا اما آریان رو میفرستم جلوتر با موهای بلندتر دلبری کنه مثلا خانواده عروس. اگه من رفتم خواستگاری اگه من رفتم خواستگاری نه تو دلبری کن. نه ببین پدرزنشو بزنی. نه ببین بیشتر اینجوری میگم شما دوتا رو میفرستم جلو دلغک بازی در بیارین که اونو بیشتر به من اعتماد کنن بگن که آره این خودش چقدر سطح هوشیاری بشه از رفت گرفتی چی شد اگه بیشتر آریان رو میفرستم دلبری کنه نه واسه عروس واسه مثلا پدر بزرگ عروس مادر بزرگ عروس. خب درسته. آره ادامه بده. من اگه یه وقت خواستگاری برم اون خواستگاری که نمیره یه جبه اون افتاده با یه لحظه کات هست اون یکی جبه مهم نیست اشکال نداره. این همه آدم رد شد ما کات ندادیم داداش. یعنی وایستا افتادی جبه اسپانسر رو عرض کردم یه مقدار حساس. آره. بعد ادامه بده. من احتمالاً اگه یه وقت رفتم پوریا رو ببرم علی چون اما علی بیبی خنده همش آریا این زنته اینه حساس اسپانسر. ادامه بده. خب ساقدوش رو باید بگین. ساقدوش ساقدوش ما عروسی ساقدوش نداریم که عروسی ولی ما داریم شما باستانی اگه عروسی میکنین ما ساقدوش داریم. آره عروسی باستانی ولی یه نفر رو باید ساقدوش بذارید کاراتو تو عروسی هندل کنه. اما هم مال خودمون شما باید مرا داره. خب بگه تو باید داداشتو بزنی فکر کنم. ساقدوش داداش کوچیکه تو باید بزنی. نه ولی من از شما دوتایی که یه میذارم. اصطلاح داریم اسم براکه همون رفیق صمیمی ما توی عروسی. خب بگو من بگم ساقدوش ببین چون هندل کردن اون عروسی رو باید بسپرم دستش چه کار زغنی هم هست و به نظرم آنیدن من تو این موضوع یه مقداری همون ماجرای گرافیک و اینا من اینو میذارم به علی ساقدوشو. آره که کنترل کنه ولی خب عروس نه اونجا میزنم شده ولی خب خواستگاری رو میسپرم دست آریان عروسی رو میسپرم دست علی. آره ساقدوش علی میزنم. منم عروس خواستگاری میسپرم به آریان
عروسی میستم باید به پوریا چون جدی تره. آره من فشاری هم میزم یاد میزم بردا بیارون میبارونی برو دیگه برو دیگه. تو من دارم. من از همینجا به آرمین سندی بر سلام عرض میکنیم سلام که احتمالا صاحب سلام. آرمین رو باید منم داداشم که داداشمه. نه بعد داداشم که داداش نه داداش یعنی جواد خیابانی داداشم یعنی داداشمی داداش. ادامه بده ادامه. خب ساقش انتخاب کنیم. من توی این جدیت پوریا باید موافقم، ولی خب از یه طرفی شاید اینقدر جدی بشه که دعوا شه. آره این هم هست دیدی این هست. آره این خیلی مهمه. اینو باید دقت سعی کنیم. میکنم خراب نکنم نه دیگه خراب میکنه دیگه اعصاب دست خود نیستی. اینم ولی خب تو خواستگاری اون میزنم خوبه میارمش پوریا رو، تو چیز سادوش احتمالاً علی رو بذارم که کارا رو هم به قول پوریا هندل کنه ها. نه آشنا ماشنا زیاد داره آشنا ماشنا سالون رو پر میکنی پر میکنم سالون رو میتونی پر کنی. خب این هم از این تمام شد. اینم از شم انتخاب که شم انتخاب شب پنجم شم پنجمه. دو تا شم دیگه هنوز هستیم و لوکیشن رو عوض کنیم و بریم به سمت پارک دانشجو. که دانشجو فعلا دوستان بدون پاک. و اما شم ششم شم قدردانیم. لوکیشنمون پارک دانشجو اصفهان. از سبزوار که جاده سبزوار که میره سمت اصفهان این پارک زیبا رو میبینید. سمت خوابگاه آره خوابگاه دانشجویان و اصفهان دانشگاه. و دانشگاه فنی مهندسی. بله و تو این شب قرار از هم قدردانی کنیم، تشکر رو از این کارا. مثل همیشه اول از پوریا شروع میکنیم. پوریا شروع کن. خب ببین آریان، تو با اینکه خیلی رفیق داغونی هستی قربان الله داری و واقعا انقدر اومدی دور آقایا رفیق شدی به زور با ما رفیق شدی ولی در من تایید ولی در بیا شاید ولی به زور خودی تو اکیپ ما جا کردی واقعا. ولی خب مرسی ازت بابت همه اون شبا و روزایی که با هم گذروندیم و در کنار من بودی. همیشه در سختی‌ها و مشکلات منو تنها گذاشتی نبودی. همیشه رازهای منو فاش کردی و همیشه منو مسخره کردی. همواره کارمه و دستت هم درد نکنه. دمت گرم بابت همه چی ممنونم. خیلی رفیق گلی هستی. قربونه داشت. علی تو هم که در تمام مسائل و مشکلات همیشه منو سرویس کردی اصلا و آره همیشه قدردان زحمات و محبتات هستم، خصوصا آخر شبا که به من ابراز احساسات میکنی. قشنگ بر مدارک اینا موجوده و دمت گرم. خلاصه دیگه بابت همه این 4 سال جفتتون خیلی ممنونم. بهترین تقریبا آره دیگه بهترین خاطرهای زندگیمو با شما 2 نفر، یعنی شما 2 نفر برام ساختین و بهترین لحظات و شادترین لحظات زندگیم کنار شما گذشته و امیدوارم که عمر این رفاقت طولانی باشه و تا ابد پیری هم دیگر رو ببینیم و با نوای هم دیگه بازی کنیم انشالله. آرزو این بهتر نبود. من دیگه حرفی ندارم. بده آریان. خب من بگم تشکر جمعی میکنم آقا، اینکه دمتون گرم. همیشه هوا منو داشتین تو سختی ها خوشی ها غما همیشه بودین و دمت گرم داداش و خواهیم بود با مرامی. دمت گرم داداش عشقی خواهش میکنم قربانه. و ای که
بخشی از زندگیم دیگه چیز بود دیگه، بخشی از زندگی اجتماعیم با شما ساخته شد و این ازتون قدردانم. خیلی چیزا رو بهت یاد دادیم. بله من خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. بله دوست داری مثلا با ادب بودن. جدی میگم. ادب و نزاکت در برابر و این که آقا رفیقامی دمتونم گرم، بلادی میدونش. قربونت. و اما اصلا من میخوام تشکر کنم از تعریضاتون. واقعا این رفاقت با دوست و آشنا اینو فرق میکنه. رفاقت تنها رفیقان بودین از اولش، اما اولین رفیق هم هستین و تا آخرش هم رفیق میمونیم. بله آره در آینده قطعا میریم. آره دیگه کارهای زیادی رو آره این انجام داریم. و ممنونم از پوریا که هوای من داشته میشه، همچین آریان که اون هوای من همیشه داشته. قربونت فکر دم همتون گرم. و یه نکته هم من بگم، اینکه ببین خب ما هرچی سنمون میره بالاتر بالاخره مشغله بیشتر میشه و از آینده هم خبر نداریم، ممکن اتفاقای زیادی هم بیفته، شاید مثلا پیشبینیه شاید به جایی برسه کمتر هم دیگه رو ببینیم، یا چه میدونم مثلا به جایی برسه که 6 ماه یه بار بریم بیرون یا دیر به دیر هم ببینیم. ولی خب این نکته رو همیشه میخوام بدونید که یه سری کلن رفیقا ارتباطتون با اون رفیقا اینجوریه که تو 10 سال هم اونا رو نبینی همیشه برات ولی همون رفیق قدیمی میمونن و جای شما همیشه تو قلب منه و هر چقدر این فاصله دورتر بشه یا کمتر هم هر چقدر هم دیگه رو ببینیم بازم حساب شما با بقیه همیشه فرق داره و اصلا اینم بدونید که جاتون همیشه تو قلب منه و امیدوارم که این دو طرفه باشه. حتما دو طرفه است. شرایط هم هست سخت بشه که از زمین دور بشیم، ولی آهنگم موزیک هم افتاد تو ویدیوش مهیا میکنیم شرایط رو هم دیگه ببینیم بیرون ببینیم. آره دیگه حرفی نمیمونه و حرفی نمیمونه. اینا مثلا بریم چی بود اسمش؟ ششم قدردانی. تشکر. زنده با این آهنگ زیبا این شما ببینیم تا شمه دوستان اومدیم با هم دیگه درک کوتاه برگشتیم برید خوش کوتاه نه طولانی میشم مثلا خیلی طولانی واقعا طولانی یه کار دیگه ما اینجا می‌ذاریم خب کنسل شد نه برگشتیم دوستان از اول بگید. یک دو سه بچه سلام دوستان، اومدیم با شمع آخر، شمع هفتم، شمع ابدیت که اون شمع آینده و جاودانگی و توی این شمع قرار از آینده رفاقتمون حرف بزنیم که قرار چه کارا انجام بدیم و اینکه چی میشه دیگه در آینده. همیشه از بانک پوریا شروع میکنیم. بانک میزنیم. خب ببین به طور کلی بخوام بگم اولین حرکتی که قراره بزنیم تشکیل یک گروه مواد یه گروه سروده که من میخونم اینا میزنن صدام هم خیلی افتضاحه ولی اصلا مهم نیست، من میخونم شما میزنید. این یکی از اولویت هاست. بعد در آینده قراری که انیمیشن بسازیم، آریان کارگردانی کنه دوستش مردن کمودی بسازیم آره و این پادکست رو قطعا ادامه میدیم. فیلم کوتاه بسازیم. این پادکست رو قطعا ادامه میدیم و دیگه دوست داریم که بانک بزنیم. از الان به همه مراجع قضایی و امنیتی میگیم که یه روز دیگه بانکاتون رو خواهیم زد. بانک ملی اسفره، بانک ملی اسفره میدیم. هدف اصلی بود. هدف اصلی و نقشه ها داریم برای آره آدم هم اونجا داریم هماهنگ کرد. بله اونجا آدم هم داریم ماشین و که هیچ موقع هم سر کارش نیست. من از همینجا بگم آقای الف یه که مخففمونه هیچ موقع سر میزت نیستی و این اصلا درست نیست. بیا سر کار مرد حسابی. بعد دیگه چه کارهایی قراره بکنیم و گیر بشیم و
تو پارک بشینیم ستایی بگیم اون چیه، تو بگی گنجه، مافیا بازی کنیم. مافیا بازی کنیم در خواندهای پارک. بله. و خلاصه خیلی کارا هست که رنده میکنیم دیگه. من مریض میشم میام پیش علی پرستانه ما رو درمان میکنه. و آره آریان تجهیزات پزشکی میاره، علی هم از اون تجهیزات استفاده میکنه. و اینکه از اینجا از آقای مهدی خانی نام میبریم، از همینجا سلام به مهدی که تا اون موقع وکیل میشه و میاد توی بند ما با هم دیگه مواد حسن حسابدار میشه. حسن کار حساب کتاب عزیز که فعلا جواب ما رو نمیدیم. اصلا منصوری اگه این ویدیو رو میبینید، ما یه دونه ترکیه هم به تو چیز به ما بدهکاری گفتی قاچاقی ما رو میبری خارج از کشور. آره اون میشه حسابدارمون و مهدی هم میشه وکیلمون. من هم که بارتر مایتم مهندس شیمی، تجهیزاتش با من. جسی و نمیدونم چی کاره ای تو این وسط. یک نقشی رو هم به هر حال ایشون ایفا خواهد کرد. علی پخش کننده مواد علی هم ساقی. آره ساقی. بله و بیمارستان آدم بیمار و مریض پیدا میکنه، مواد رو میرسونه. این کارهایی بود که من فکر میکنم در آینده قرار انجام راستی میتونی اگه یه وقت دشمنمون بیمار شد، یه وقت تو اونجا چیز شد، بهش اووردوز بزنیم. بری آمپول اینو هوا خودم برنامه دارم. آره این هست، این میشه. و یکی از برنامه هم اینه که در آینده نزدیک اشا میکنم تا یه هفته آینده آنژیکت و ساندش بستانه بگیرم. یا اول پس اینو باید مروما قرار پیاده کنه. آره واسه کارآموزی لازم میشه. باید آنژیکت که باید بیاد. نمیبانی ولی آنژیکت رو باید حتما بیاد. آره نظرتون؟ خب آینده رو با هم گفتیم دیگه. تو اگه برنامه اضافه تری آره. داری میتونی بگی اضافه تر یه بار چیز کنیم. چیه؟ سفرم به نظرم بریم. سفرم به یک بچینیم. مثال عوض میخوام سفرم بریم به نظرم بچینیم ها بودشو جور کنیم، چون یه بار من داشتم میگفتم بریم ولی اینی که نمیتونیم نمیشه، یه خورده سخت. نه یه بارم خواستیم بریم مشهد، بعد دلایلی که بهتر از این صحبت نکنیم. من نشد بریم. نشد بعد دلایل هم اینجا ولی خب یه سفری یه سفری حالا میچینیم، اونم هست. اینجا میتونیم بعدش تایی یا اگه شد 4 تایی یا اگه شد 6 هفتایی نه اگه شد قابل دونست ما رو آقای منصوری تلفن ما رو بلاک نکرد 5 نفری بریم. بله نه بقیه هم هستن دوستان زیادتر جمع میکنیم. ولی خب این جمع 5 نفری که سجاد از همینجا رفیقای ما بچه دانشگاه البته مهندساش و رفیقای ما امیر عزیز از همینجا سلام. سجاد از همینجا سلام. محمد پهلوان مسعود محمد پهلوان. بله آریان اسکندریان ساسان صداقتی خسروجردی از خسروجردی. اینجا. بله خسرو با معلمامون هم میریم. آی مهری آی حیدری مدیر مدرسه. آقای بسیار دوست داشتنی قلیزاده آی قلیپور ایشون تازه 405 در پیجو پارس هم دارن ایشون و ترمز نداره. آره ترمز نداره. آقای دادی سلام. آی حیدری آقای جعفری تو ارادات ویژه. خب علی جان رسول کیم سلام هستم. یه شهپرست آی شهپرست. بله رسول جعفری رسول جان هست. شریف شریف خب بگیم دیگه سید البته به همه اقوام دوستان آشنایان این معتادای توی پارک هر کسی که در اسفرانی ساکنه سلام. ولی خب جمعه چیز میگی خودم بار میشه ستامون باشیم. مهدی هم بیاد اگه شد حسن هم مخصوصا بریم موجه آبی. آره اینم در برنامه هست که موجه آبیمون میشه. حالا من بگم شما شد اینجا یوبی در سرویس
جیرون کرده جیرون کرده تو 50 300 بذار بعدن الان ضبطه به خدا مجابی نمیدیم نمیریم برنامه لغوه آره من میگم میریم حرم اول از همه که آقا یه دونه دیگه من بگم این خیلی واضحه یه روز بچینیم خب بریم یه شب فرودگاه بخوریم اینو موافقم من یه بار خب واسه این ماموزم رفتم اونجا خب خیلی چیزه قشنگ نگاه یک آرایشگاه داره واسه خودش داخلش مغازه داره شبانه روزی بازه نه شبانه روزی بازه فیلم ترمینال رو دیدی میری رو کلی صندلی داره همیشه هم وازه یه چی بری اونجا قشنگ بخوابی کاری هم میاد یه بار رفتیم ایسکو رفتیم سه قدیر بعد مترو وایستان میگو بیاین پایین نگاه باید نداشت دور میگی بعد شاه کنیم آسانسور داره اونجا خب میری بالا از اونجا میره چیز چی شد؟ اونم 1 سال بعد ادامه داشتیم میریم اول از همه که این پادکست رو ادامه میدیم در اگه نفت میشه میگیره بالا شاید خب من خودم بگیرم پادکست رو ادامه میدیم در کنار این پادکست دیگه با موضوعات دیگه هم ادامه میدیم بله چنل یوتیوب اینستا اینا همه میاریم دوستان بالا یادتون نره که یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید از همینجا اولش رو باید میگفتیم و از همه مهمتر اینو قطعا میاریم بالا یک پادکست دیگه ویدیو یه برنامه دیگه که میریم سفر مثلا رفتیم حالا فردوسی ویدیو بگیریم کنار هم دیگه بذاریم این اونم یک چنل دیگه ویدیو بگیریم نمیخواد چیز که صحبت کنیم دیگه آره. از چیز آره. روزمرگی باید هم صحبت کنیم دیگه مینویس دیدی مینویس آره یه کارش میکنیم رفتیم فلانجا زیرنویس قبلا یه سفر شمال میریم بله من اگه گواهینامه بگیرم تابستون ماشینم ردیف میکنم ماشین خودم که نه ماشینه ردیف میکنم پسر خالم امروزی پسر خالم سلام میرسونم سلام پسر خالی علی سلام پسر خاله آریان از همینجا راست میگه سلام پسر خالم سلام همه پسر خالا همه دیگه پیس برو آریان نگی بابا اینجا رو کات کن اینجا رو کات میکنم دیگه شوخی میکنیم چرا پیس براشو بگی شوخی نه میکنیم اینجا شو کات کن اینجا باید کات کن ادامه بدیم اینجا رو بوق بذار بعد یه سفر شمال میریم ایران رو میگردیم تخت جمشید و در آینده و از همه مهمتر اروپا آره اونا رو تو خوابمون میریم پوریا خیال پردازش خیلی قویه میریم تو خوابش مثل فیلم تلقین ما رو ببر اروپا میریم تایلند کفاشی با امیر حسن هم قرار بریم روسیه آره با امیر حسن حجی آبادی از همینجا دوباره سلام قرار بریم از پوتین کفش بخریم پوتین بگیره الان داری سیاسی صحبت میکنی ما رو میبندن روسیه کشور دوست و همسایه از همینجا ارادت بود قزوین میریم حسن صبا آره بریم سر قزوین میریم دوستای گازرخان اونجا بعد تخت جمشید رو میریم خلاصه که همه جا میریم جنوب میریم قش میریم کیش میریم پول میذاره از تو جیب پوش میکنه بس آخر یه رپ بکنه اون رپ خوندم دیگه نه همونو کامل بکن حالا دوستان نه باید در در ادامه یک مرک جذاب از رفیقمون آریان بزن صبح و شب و روزمرگی ظلم و حق زور بردگی زرد و بند و جمع و تحویل جر و بحث و چنگ و تعدی صبح به صبح تست و درس معلم و یه 20 تشد توی 2 تا جیب خالی ما میخونیم به 20 تا میگه گور پدر درس و من میزنی تو کار کسب و کش پول بیب که مجبوری صبح و شب کنی هر جوری که هست ته دل دوست داری پر پول باشه جیب تر کاری میخوای انجام شه خوش چطور یادا نره که نور دست خالی میخوای پر باشه جیب مادر من رو بابا پاش خالی نمونی دنگ خرج شب
تو رو نزنی به عراش خودی دوست داری بوده سیر چکم و دوست داری به دیگیر بکنم و یه چیزم میخونی بنتن هم میشه بنتنم بقول در پشت اینجا هم بابا بس نه بنتن این آخرشه دیگه. بنتن رو من با دلغک میشیم اینجا نه خیلی بال بنتن رو با تمرین میکنیم از که شانو مزم اصلا اولش از که شانو اومد زمین بی باله پرواز مثل شهاب از آسمون اومد با یه راز درداشون و پسرکی شد قسمون آغاز بنتن حالا لاکشتای اینجا حفظ نبودم بنتن میگه بنتن اوه لاکوشه اینجا اینجا کدوم شاگه پرزنتو یا اون یکی چندش میشه قهرمان شبکه بشه شبکه اولش میگه یا شبکه پرژنتون کارتون داره براتون لاکوشای اینجا دوستش داریم فراو اینجاها خیلی سریعن اینجاها خیلی قویان آره اینجا اونجا هر جا که فکرشو کنی اونا آماده لاکوشای اینجا پرطرفدارن واسه همه کاراشون هدف دارن اونا دنبال آدمای تبهکارن از درگیری با دشمنا هیچ وقت نمیترسیم ما 4 تا لاک پشتیم همیشه پشت هم هستیم بس و اینم حتما میگم آقای مهری دبیر شیمیمون اگه خواست تبلیغی انجام بدیم واسه اینجا آقای مهری رو تگ میکنیم آره تای میکنیم که شیمی رو با آقای مهری میتونی قورت بدید به راحتی فوق‌العاده تدریس خوبی دارن دور از شوخی حالا ما میخندیم جدی بسیار تدریس فوق‌العاده‌ای دارن و مراجعه کنید حتما آقای مهری شیمی تو قورت بده من دیگه صحبتی ندارم و نکته هست در پایان اضافه کنم تموم شده دوستان به شمع‌های ما اینجا دیگه سوختن تموم شدن و 7 خان رستم رد رد کردیم کردیم بدرود کات دادم چی شد؟ دمای بسته میخواد بگیره بله این لوکیشن زیبارم اون موتور افتاد که یه موتور افتاد دیگه افتاد. بذار بیفته مال ما نیست که بیفته الاکم ما از مشهد اومدیم هم مشهد اومدیم اسفر این بابا چی هم اینجور میگه دوستی یافه امروز ماست بدرود